با نام یاد اهورای پاک، درود بر شما نیکندیشان همراهم. پهن شناسی اصلا یعنی چی این واژه؟ من به شخص خودم رو استاد نمیدونم. بارها هم گفتم برای استاد شدن عمر درازی لازمه و سن و سال من در اون اندازه نیستش که یه استاد فن باشم، اما به عنوان یه آموزگار ساده و کسی که تحصیلاتش باستان شناسی بوده پیشنهاد میدم وقتی که توی یک منطقه به دنبال هدف میگردین، به دنبال نقاط مهم میگردین، بتونین تشخیص بدین موقعیت‌های سازه‌های باستانی رو. در این صورت هستش که شما میتونین یه موفقیتی داشته باشین. من اگر بدونم پهنه نیایشگاهی مردم یک منطقه در باستان چه خصوصیاتی داره و کجا قرار میگیره، بدون شک احتمال موفقیتم بالا میره. اگر بدونم پهنه مثلا دفنشون توی کدوم منطقه قرار میگیره، چه جور جایی قرار میگیره و تشخیص این مهم رو بلد باشم، باز هم بدون شک میتونم موفق بشم. چند تیکه سفال و استخوان بهتون نشون دادم. در اصطلاح بهش میگن محل برج خاموشان. ما توی مسیر برگشت هستیم و توی استان فارس این پهنه برام جالب توجه بود. دقت کنین، ما یه عرصه ای رو داریم تماما محصور میون کوهستان، یعنی دور تا دور ما کوه فرا گرفته. خب محل دفن رو که بهتون نشون دادم، اما پس قلعه کجاست؟ محل سکونت کجاست؟ مردم عادی کجا ساکن بودن؟ امیدوارم که این تپه رو توی ویدیو داشته باشیم. محل قلعه ما. خب پس حکام کجا ساکن بودن؟ این پایین، بالا نیست، درست بزرگه ولی خب جایی نیستش که حاکم بیاد اینجا زندگی کنه. محل برج، دژ نظامی و دژ شاهی، دقیقاً در بلندای کوه. محل آفتاب طلوع، این سایه منه، برای اینکه نور خورشید اذیت نکنه اینجوری میگیرم. این سایه منه، پشت سر من مسیر طلوعه و دقیقاً در همین راستا میشه مسیر غروب. من اگر بخوام قبرستان این محیط رو پیدا بکنم، دامنه طلوعی مشرف به قلعه، دقیقاً برج خاموشان و دامنه طلوعی. بقایای اجسادی هم که اینجا شخم زده شده و این قبرستان در گذشته زیر و رو شده برای کشاورزی، روی سطح میتونیم ببینیم، سفال میتونیم ببینیم، استخوان میتونیم ببینیم. این بهش میگن پهن شناسی. شما وقتی که این دانش رو داشته باشین، طبیعتاً میتونین توی منطقه و محیط خودتون به دنبال آثار علائم دفینه باشین. من اگر الان اینجا بخوام دنبال دفینه بگردم، بدون شک یا توی اون یال میرم دنبال آثار علائم. چرا؟ چون در دید قلعه قرار گرفته، یعنی دقیقاً در راستای پشت سر من میشه مسیر قلعه، مسیری که همیشه در دید بوده، مسیری که همیشه برای برج خاموشان، چون موبدان اینجا هستن، افرادی هستن که از محیط محافظت میکنن. امیدوارم نکته فنی این ویدیو رو هم گرفته باشین و این پست هم بماند به یادگار، شاید که رندی برگی از این باغ برچیند. ارادتمند شما خوبان، کوروش ظرفام. بدرود.